سلام دوستان، امروز اومدم چند تا نکته خیلی مهم در مورد خرید کالسکه رو بهتون بگم. اولین نکته مهمی که هست اینه که کالسکه‌ای بگیرید برای بچه‌تون که دستش رو به مادر بیاد، رو به مادر بشه. دوم این که اگه سایبون داره، یه سایبون استاندارد داشته باشه که شما زمانی که نور آفتاب یا میرین بچه رو میبرین پارکی، گردشی، جایی پیاده روی، این نور آفتاب بچه رو اذیت نکنه. اکثر کالسکه ها 2 تا سایبون داره، یعنی یه سایبون تاشو داره مثل این و یه سایبون دوبل داره که از وسط یه دونه زیپ داره. موقعی که بازش بکنید این زیپ رو سایبون میاد جلوتر، یعنی قشنگ میخوابه تو صورت بچه. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که حالت خواب مناسبی داشته باشه، یعنی به صورت تخت بشه و جلو پاییش هم همونجور که میبینید توی فیلم قشنگ تنظیم بشه و تخت بشه. نکته آخر، از کالسکه هایی تهیه کنید که چرخاشون بربلینگی باشه، یعنی خیلی نرم و راحت حرکت کنن. چرخهای جلو 360 درجه باشه، راحت به چرخه. این چند تا نکته کلیدیه برای خرید کالسکه و از همه این نکات مهمتر این که حتما یدک داشته باشه که فردا روزی اگر هر اتفاقی برای چرخش، دستش یا هر کدوم از اجزاش افتاد شما بتونی همون قدر رو تهیه کنید. این چند تا نکته مهم بود که برای خرید کالسکه میتونستم راهنماییتون کنم.